مورد وزارت ارشاد آقای خاتمی، ببینید آقای خاتمی حدود 10 نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان بود، همونجوری که گفتم، و حدود 10 سال هم وزیر ارشاد بود در یعنی از آبان 1360 تا تیر 1371. تو این حدود 10 هم آقای خاتمی وزیر ارشاد. خب آقای خاتمی توی دولت اول و دوم آقای خامنه‌ای و توی کابینه یعنی در واقع میرحسین موسوی وزیر ارشاده و بعد از اون هم وقتی که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور میشه، آقای خاتمی باز هم وزیر ارشاد دولت آقای هاشمی هم میمونه. یعنی تا سال 1371 که استعفا میده، آقای خاتمی توی دولت آقای هاشمی رفسنجانی هم باز وزیر ارشاد هست. این تا اینجای ماجرا. ولی اینجا در مورد دوران وزارت ارشادش من چند تا نکته باید عرض کنم. در سال 60 که آقای خاتمی وزیر ارشاد میشه، بعد از ماجرای خرداد 60 و برکناری عزل به اصطلاح بنی صدر و اون سالیه که آزادی‌های سیاسی و به اصطلاح فرهنگی که مثلا اول انقلاب تا حدودی وجود داشته دیگه تموم میشه و اون مثلا باز توی گیوم فضای بازی که اول انقلاب تا خرداد 60 وجود داشته اینم کاملا بسته میشه. یعنی تو این دوره، یعنی آقای خاتمی تو اوایل دهه 60 میشه وزیر ارشاد، یعنی دورانی که سرکوب مخالفین نظام جمهوری اسلامی و انقلابیون داره شروع میشه، یعنی در ماجرای خرداد 60. خب توی این شرایط وزارت ارشادی که عرض کنم خدمت شما، خب وزارت ارشاد متولی چیه؟ وزارت ارشاد متولی کتاب، موسیقی، سینما، تئاتر، وزارت ارشاد متولی ایناست دیگه در ایران. خب توی این دوره آقای خاتمی توی حدود 10 سال وزیر ارشاد ایران. توجه میکنید؟ یعنی توی واقعا به نظر من سیاه ترین دوره‌ای که ما میتونیم توی تاریخ جمهوری اسلامی پیدا کنیم. چرا میگم سیاه ترین؟ یعنی اینجا دورانیه که موسیقی همه میدونید وضعیتش چطوری بوده. یعنی ما همه میدونیم که وضعیت موسیقی تو ایران چطور بود. این نکته. میدونیم که وضعیت سانسور کتاب چجوری بود. باز میدونیم. وضعیت سینما میدونیم. وضعیت تئاتر میدونیم. اینا همه چیزاییه که فکتوال جلوی ما هست که تو اون دهه‌ای که آقای خاتمی وزیر ارشاده سیاه ترین دوران فرهنگ جمهوری اسلامی، تاریخ جمهوری اسلامی. اما نکته اینجا خیلی مهمه. ببینید آیا اگر سیاه ترین دوران فرهنگه، آیا واقعا تمامی مسئولیت‌ها به آقای خاتمیه؟ جواب اینه که نه. مسئول اصلی فرهنگ و ارشاد عرض کنم خدمت شما توی اون دوران آقای خاتمیه. این شکی درش نیست، ما همه میدونیم. توجه میکنید؟ مسئول اصلی اون دوران آقای خاتمی، یعنی چون وزیر ارشاد دیگه، ایشون 10 وزیر ارشاد. اما چرا این آقای خاتمی تو این دوره تو این سمت قرار میگیره و چرا عرض کنم خدمت شما همچین شرایطی داره؟ دلیلش اینه واقعا. اینجا من قبلا توضیح دادم و اینجا عرض کنم خدمت شما کاملا بهش میرسید. من توی بحث دوران روزنامه کیهان چی گفتم؟ تو دوران روزنامه کیهان گفتم آقای خاتمی در دوران یعنی دوران سرپرستی روزنامه کیهان، دورانی که ایشون نماینده رهبر در روزنامه کیهان هست، آقای خاتمی طابق النعل به نعل منویات آقای خمینی رو در روزنامه کیهان پیاده میکنه به درسی سیاسی. یعنی حتی یک مورد نمیتونید بیارید که ایشون یک زاویه‌ای داشته باشه مثلا با نظرات آقای خمینی، یا حتی من نمیخوام بگم خروش میکرده در مقابل آقای خمینی، نه، ولی همونجوری که توضیح دادم مثلا نهضت آزادی و بازرگان و اینا وقتی یک جایی میومدن یه انتقادی میکردن، آقای خاتمی بود که در دفاع از آقای خمینی به اینا حمله میکرد و میزد اینا رو نابود میکرد. حالا بر اساس این آقای خاتمی میشه وزیر ارشاد. اگر توی روزنامه کیهان فقط مسئولیت یک روزنامه با آقای خاتمی بود، در دوران 10 ساله وزارت ارشاد مسئولیت سینما، تئاتر، کتاب، نمیدونم موسیقی، همه اینا با آقای خاتمیه دیگه. و این دوره مطلقاً سیاه ترین دورانیه که ما تو تاریخ فرهنگ ایران، تو این تاریخ جمهوری اسلامی داریم. یعنی دورانیه که مثلا یه سرودی بریم ای مجاهد شهید مطهر و اینا رو یادتونه دیگه. یعنی یه دورانیه که حتی اینا هم باید میرفتن مجوز میگرفتن. حالا دیگه شما فکر کنید، توجه میکنید این تو موسیقی ها. اینجا یه اتفاقی افتاد، بعد توضیح بدم. اینجا عرض کنم خدمت شما
که خیلی مهم. یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که این نکته که میگم هم در مورد کارنامه خاتمی تو وزارت ارشاد مهمه، هم در فهم این که چرا بعد از انقلاب هنرمندهای به اصطلاح زمان شاه بایکوت شدن. ببینید من جای دیگه هم توضیح دادم، علت العلل این که نظام جمهوری اسلامی میاد بسیاری از اون هنرمندای شاخص زمان شاه رو اینا رو بایکوت میکنه یا اصلا اجازه فعالیت بهشون نمیده، مخالفت با شخص و هنرمندان نیست. مثلا مخالفتی با شخص مثلا ناصر ملک مطیع نداره، مخالفتی با شخص بهروز وثوقی نداره، مخالفتی با شخص نمیدونم عرض کنم خدمت شما چه میدونم حالا قبلش آقای ایرج قادری و اینا مثلا توی سینما نداره، البته که قادری بعداً میاد فیلم سازا. میگم بحثش اینه، ببینید جمهوری اسلامی تئوری داره برای این، تئوریش هم این بود، جمهوری اسلامی توی عرصه هنر کاری که میخواست بکنه این بود، چون میدونست عرصه هنر یکی از عرصه هاییه که میتونه از اون عرصه برای خودش طرفدار ایجاد بکنه، کاری که کرد این بود که اومد در عرصه هنر چهره‌هایی رو آورد و تولید کرد و پروبال بهشون داد که بگه اینا تولیدات انقلاب اسلامی هست. توجه میکنید؟ یعنی اصلا کاری به محتوا نداریم فعلا اینجا، چون محتوا رو که همه میدونیم سانسور میکرد و سرکوب میکرد. در افراد دارم صحبت میکنم. در افراد مثلا اینجوری بهتون بگم، مثلا در افراد میدید که مثلا سوپر استار سینما اون زمان مثلا بهروز وثوقی، آقای ناصر ملک مطیع فردینه. جمهوری اسلامی میومد این سوپر استارها رو ممنوع فعالیت و ممنوع کار میکرد که چه کار کنه؟ که سوپر استارهای از درون خودش به وجود بیاره و بگه اینا نماد و نمود نظام ما هستن. توجه میکنید؟ این خیلی مهمه با اون دیدگاهی که میگه اونا چون پادشاهی و نمیدونم سلطنت طلب و اینا بودن مثلا نذاش کار کنن. اصلا یه دلیل دیگه داشت، یعنی در واقع علت دیگه داشت این کاره. علتش همین تئوری بود که دارم میگم پشتش بود. خب اینجا توجه بکنید. حالا آقای خاتمی تو این دوره اصلا متولی این کاره در عرصه ارشاد، یعنی به یک کسانی پروبال میدن که اینا مثلا آقای مخملباف توی همون سینما که دارم مثال میزنم، تو حوزه‌های دیگه فراوون، تو نویسندگی هم الان فراوون میتونم براتون مثال بزنم. اینا کسایی بودن که یا ابراز ارادتی باید به نظام جمهوری اسلامی میکردن، یا اینکه نه اگر ابراز ارادتی نمیکردن و مشکلی نداشتن سعی میکردن همچین چهرهایی مطرح کنن. توی اون دوره آقای خاتمی توی وزارت ارشاد واقعا این کارو کرد و این کارو برد جلو و آقای خمینی هم خیلی به این توجه داشت. ببین اینم دقت بکنید، آقای خمینی 12 بهمن 57 که اومد ایران، این خیلی مهمه، یعنی خیلی پیش پا افتاده است، مهمه. آقای خمینی 12 بهمن 57 که اومد ایران توی بهشت‌زهرا سخنرانی کرد. همه میدونین دیگه. حالا اگه به اون بگیم من اگه بگم که اون سخنرانی که آقای خمینی کرد مثلا وجه عمده‌اش چی بود؟ همه میگن اون بود که گفت من توی دهن دولت میزنم. ولی شما نگاه کنید آقای خمینی در 12 بهمن 1357 در بهشت‌زهرا در همون سخنرانی مشخصا درباره سینما صحبت میکنه. مشخصا آقای خمینی در 12 بهمن تو سخنرانی بهشت‌زهرا درباره سینما صحبت میکنه. برید یه بار دیگه سخنرانی گوش کنید، همون دوستان ممکنه یادشون هم باشه. درباره این که این سینما مثلا باید چه جوری باشه، سینما اصلا ببینید 12 بهمن 57 یعنی وقتی هنوز هیچ خبری نیست، آقای خمینی از همونجا درباره صحبت میکنه که سینما باید چه جوری باشه. توجه کردی؟ خب حالا این اتفاقاتی که افتاد و توی حوزه کتاب، توی حوزه مطبوعات اصلا وضعیت فاجعه باریه توی دهه 60 همونجوری که میدونید. و وزیر ارشاد اون زمان آقای خاتمی. طنز ماجرا اینا رو همه رو جای دیگه قبلا گفتم ولی اینجا تکرار کنم. طنز ماجرا هم اینه، آقایون این کارایی میکنن که دیگه واقعا شوخی روزگاره. یکی از شوخی روزگارشون اینه، آقای خاتمی، آقای تاجزاده، آقای همین عرض کنم خدمت شما، همین آقای عرب سرخی، یا همین کسایی که هستن، اینا قبل انقلاب به شدت شیفته آقای شریعتی بود. این یه مثالی که دارم میزنم. اینا همشون شیفته علی شریعتی بود. بعد از انقلاب که اینا میان توی وزارت ارشاد، یکی از اولین کارهایی که میکنن انتشار بسیاری از آثار شریعتی رو ممنوع میکنن. یعنی بسیاری از آثار شریعتی تا دهه 70 و 80 تو ایران ممنوعه، یعنی زمانی که آقای خاتمی وزیر ارشاد.
ویدیو تو ایران ممنوعه. توجه میکنی؟ نشریاتی که دارم، حالا همونجوری که تو دوره کیهان صحبت کردم در مورد نشریات، ما 2 تا نشریه داریم. یه نشریه هم که بعداً به عنوان مثلا رسالت میاد، همون هم آقای خمینی میذاره تو سرش. یعنی آقای خمینی میگه از رسالت هم راضی نیستم. توجه میکنید؟ نشریات بقیه هم که دیگه همه تعطیل دیگه، همونجوری که بهتون گفتم، یعنی آیندگان، نمیدونم انقلاب اسلامی، میزان، اینا همه تعطیل شدن دیگه. حالا چه برسه دیگه کتاب جمعه شاملو و نمیدونم تهران مصور و اینا هم که دیگه همه تعطیلن. یه کیهان و اطلاعاتی داریم که کاملا حکومتیه. آقای خاتمی هم که نماینده آقای خمینی بوده تو روزنامه کیهان، توی دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی هم که باز ماجرا همینه و بدتره، همونجوری که الان دارم تاکید میکنم. و اصلا خدمت شما به همونجوری که گفتم، مثلا کتاب‌های شریعتی ممنوعه. چرا کتاب شریعتی ممنوعه؟ چون کتاب‌های شریعتی وجه ضد روحانی داره، چون بعضی از کتاب‌های شریعتی وجه انقلابی داره و همه اینا زمان قبل از انقلاب به درد میخورد. بعد از انقلاب دیگه به درد نمیخورد. بعد همشو ببندید. یعنی تا قبل از انقلاب این کتاب‌های شریعتی به درد میخورد که مثلا خروشی ایجاد بکنه در خون انقلابیون و اسلام و ایدئولوژیک بکنه از این حرفا. بعد از انقلاب که دیگه نه. یعنی خود همون تئوری خود شریعتی ها که نهاد و سازمان و نهاد و نمیدونم این چیزا که اتفاق میفته. خب حالا تو این دوره آقای خاتمی اتفاقات میفته توی دوران وزارت ارشاد ایشون. یعنی حتی جالبه به شما بگم، حتی کسانی مثل خانم زهرا رهنورد، یعنی همسر آقای موسوی، حتی کسانی مثل ایشون هم تو اون دوره نشریه منتشر میکنن، نشریه اینا هم توقیف میشه. توجه میکنید؟ یعنی در این حد. خب یعنی یک تک صدایی عجیب و غریبی تو اون دوران حاکمه و آقای خاتمی هم هیچ مشکلی با این نداره. چرا نداره؟ به خاطر که همونجوری که گفتم آقای خاتمی مطلقاً و طابق النعل به نعل پیرو منبعات آقای خمینی و این هم میاره توی عرصه هنر. سانسور توی ابعادش، توی سطوح بسیار وسیعی. ولی یه مثال براتون بزنم، جای دیگه مثال زدم، مثال به اصطلاح خوشمزه هم هست، میگم تو بحثمون هم بگم جالبه و هم ابراز ارادت و یادی هم بکنم با آقای ارشکان خدمت شما قاضی. ببینید توی اون دوران یه کتابی داریم به نام نان و شراب، یه رمانی مال اینیاتسو سیلونه یه کتابی داره، یه رمانی داره به نام نان و شراب. آقای محمد قاضی این کتابو ترجمه میکنه، میده به وزارت ارشاد و بعداً وزارت ارشاد میگه که اسم کتاب نان و شرابه. وزارت ارشاد میگه این کتاب اسمش باید تغییر بکنه و بشه نان و سرکه. اینا جدیه ها، واقعیت محض. خب حالا آقای قاضی هم میاد میگه و اینو مینویسه آقای قاضی ها، اینا هستن، دنبال کنید، خاصی هم من بهتون میدم. آقای قاضی میاد یه چیزی مینویسه، میگه باشه من با این موافقت میکنم، ولی به شرطی که این یه بیت شعر توی مقدمه کتابم بزنید، مقدمه ترجمه بزنید. و ایشون میگه که اون بیت شعرش اینه، میگه مردم ایران فکر انقلاب کنید، شراب سرکه شد، سرکه را شراب کنید. یعنی شما نگاه کنید یه چیزایی مثل این در این حد داره سانسور میشه. دیگه حالا دیگه موسیقی که دیگه خودتون میدونید، بقیه چیزا رو میدونید. خب و علاوه بر این شما توی همون دوره وزارت آقای ارشاد آقای خاتمی که ببینید چه بلاهایی رو آوردن سر کسایی مثل آقای سعیدی سیرجانی. یعنی آقای سعیدی سیرجانی که توسط همین جنایتکاران نظام جمهوری اسلامی به شنیع‌ترین شکل ممکن و وحشیانه‌ترین شکل ممکن کشته شد و منم خیلی خیلی به آقای سعیدی سیرجانی ارادت داشتم و دارم و بارها در موردش مطلب نوشتم، صحبت کردم. نکته اینه، ببینید آقای سعیدی سیرجانی نامه نوشته، الان نامش هست. ببینید ایشون درباره دوران وزارت آقای ارشاد آقای خاتمی چه نامه‌ای نوشته. من یه مثال باز براتون میزنم. ببینید آقای سعیدی سیرجانی اون زمان نویسنده بود. انتشار آثار آقای سعیدی سیرجانی در دوره وزارت ارشاد آقای خاتمی توقیف شد. وزارت ارشاد آقای خاتمی نمیذاش آثار آقای سعیدی سیرجانی منتشر بشه. آقای سعیدی سیرجانی هم شروع کرد نامه نوشت به آقای خاتمی، بعداً به آقای رفسنجانی و بقیه ماجرا. حالا نکته این بود آقای سعیدی سیرجانی یه یادنامه منتشر کرده بود درباره آقای خانلری، درباره آقای پرویز خانلری به اسم قافله سالار سخن. من هم دارم اونو هم خوندمش.
جالب اینه دولت وزارت ارشاد آقای خاتمی اجازه انتشار اینو هم نمیداد. اجازه انتشار قافله سالار سخن آقای سعیدی سیرجانی، یعنی قافله سالار سخن چیزی بود که از خود سعیدی سیرجانی هم نبوده. آقای سعیدی سیرجانی رفته بود مقالات و نمیدونم یادداشتایی رو درباره خانلری جمع کرده بود که اینا رو می‌خواست در قالب این کتاب منتشر کنه. حتی اجازه چاپ اون هم نمیدادن. حالا من اینجا برای شما مثال از رو میخونم براتون این تیکه رو. بعد از آقای خاتمی که آقای خاتمی، حالا میگم چجوری از وزارت ارشاد رفت، بعد از آقای خاتمی آقای لاریجانی، همین آقای لاریجانی حاضر، آقای لاریجانی، آقای علی لاریجانی، آقای لاریجانی شد وزیر ارشاد. آقای لاریجانی از کجا اومد وزیر ارشاد شد؟ از سپاه پاسداران. خب آقای لاریجانی شد وزیر ارشاد و آقای لاریجانی اجازه داد اون کتاب منتشر بشه. حالا من این عبارت آقای سعیدی سیرجانی رو براتون میخونم. وقتی اون کتاب منتشر میشه آقای سعیدی سیرجانی نامه مینویسه، اینجا اشارهش به اینه، اینو سعیدی سیرجانی مینویسه: با تشکر از جناب عالی که اجازه فرمودید کتاب قافله سالار سخن با حذف نام بنده منتشر گردد و این در مقابل سختگیری‌های آیت الله زاده فرهنگ پرور حضرت حجت الاسلام خاتمی افاقه‌ای بود. یعنی ایشون میگه من در زمان خاتمی گفتم اسم منو حذف کنید کتاب منتشر بشه، باز وزارت ارشاد آقای خاتمی نذاشت و ایشون نامه می‌نویسه میگه آقا بازم دست تو در نکنه که اجازه دادی کتاب منتشر بشه و این در مقابل سختگیری‌های آیت الله زاده فرهنگ پرور حضرت حجت الاسلام خاتمی افاقه‌ای بود. یعنی شما بدونید در دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی چه خبره که حتی اجازه انتشار کتاب آقای سعیدی سیرجانی مطلقاً نمیدادن، بقیه بر همین نهج. اینا واقعیت‌های تاریخیه که آقایون اصلاح طلب و نمیدونم بقیه ماجرا که صحبت میکنن اینا رو نمیگن یا بلد نیستن که من میدونم اینا تغافله، غفلت نیست، اینا رو اصلا اشاره بهش نمیکنن. دوران آقای خاتمی دوران درخشانی بوده، همونجوری که دوران امام درخشان بوده. کدوم درخشان آقا این دوران و شما نگاه کنید همین خانم سایه سیرجانی دختر آقای سعیدی سیرجانی، ببینید در مورد کشته شدن آقای سعیدی سیرجانی و ارتباطش با آقای خاتمی چی گفت و چی نوشته. خود آقای سعیدی سیرجانی ببینید چی گفته، بقیه ببینید چی گفتن. خب حالا برای اینجا نکته اینه، پس اینو تموم میکنم زودتر که این طولانی خیلی شد، معذرت میخوام که بعد برسیم به سراغ ریاست جمهوری. تو این دوره کاملا مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد در اختیار آقای خاتمیه. من باز میخوام از اینجا خارج بشم بحثه، ولی یه چیزایی یادم میاد بعد بگم. حالا این فایلم طولانی میشه، از حوصله شما سوء استفاده میکنم. اینجا مثل چیزها، اینجا مثل اون شب عاشورای، اینجا مثل شب عاشوراست که امام حسین چرا خاموش کرد به قول آقای با هر کی میخواد بره. من میخوام بگم دوستان معذب یا خدا متکر نباشن، من اینو سعی میکنم فایل کاملی میخوام چه فایل میخوام منتشرم بکنم. حالا اگه دوستان فکر کنن حرفم مفیدم وقت بذارید، امیدوارم وقتتون ضایع نکنم. فقط اینو یادم ببینید مثلا آقای تایزاده، ببینید آقای تایزاده میاد صحبت میکنه، میخواد از دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی دفاع کنه. اینا فکته، ببینید فکته. ایشون میخواد از دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی دفاع کنه، یعنی کاری که واقعا در حضور امثال من اینا نمیتونن بکنن، من برام در حضور بقیه بکنم. خب حالا کاری که میکنه اینه، میگه بعد یه مثال میزنه، میگه آقای خاتمی انقدر آدم دموکراتی بود که به آقای احمد توکلی که روزنامه منتقد دولت منتشر میکرد سهمیه کاغذ میداد. والسلام. ببینید دموکرات بودن آقای خاتمی رو بشنوید از تحلیل آقای تایزاده. یعنی آقای خاتمی دموکرات بوده. چرا دموکرات بوده؟ چون به آقای احمد توکلی، فکر کنید، به آقای احمد توکلی که منتقد دولت بوده سهمیه کاغذ داده، چاپخونه داده. خب آقای شیاد، آقای شارلاتان، معذرت میخوام اینا جز شیادی و شارلاتانی که چیزی نیست که، و اینا توهینی حقیقتا نیست، چون اینا شیادیه، اینا تراریه. من توی آثارم نویسم شیادی و تراری، اینا یعنی این شما این همه نویسنده از کار برکنار شد، این همه سانسور بود، این همه کشتید، این همه توقیف کردید، این همه تعطیل کردید، این همه روند فرهنگ و هنر تو ایران رو نابود کردید. اینا رو کلا نمیبینی.
بعد میخوای بگی فلانی دموکراته. خب چرا دموکراته؟ آرگومنتت چیه؟ اوییدنست کجاست؟ اینه که واقعا احمد توکلی سهمیه کاغذ میداده. خب چرا اون نشریاتی که تعطیل کردی رو نمیگی؟ چرا اون نشریاتی که از بین بردی رو نمیگی؟ چرا اون کاری که توی روزنامه کیهان کردی رو نمیگی؟ چرا اون سعیدی سیرجانی رو نمیگی؟ چرا بقیه رو نمیگی؟ خب نمیگن، اشکال نداره. چرا نمیگن؟ به خاطری که برای یک مخاطب حرف میزنن که نمیفهمه، به همین راحتی که میگن، و برای اونا میتونن این حرفا رو بزنن و البته هم میزنن. خب بعد از اینا بگم و تموم کنم این بخشو. بعد از مرگ آقای خمینی، آقای خاتمی همچنان در دولت هاشمی بازم وزیر ارشاده. یعنی ایشون انقدر کارشو خوب انجام داده تو اون دوره که حتی بعد از مرگ آقای خمینی باز ایشون وزیر ارشاد. عرض کنم خدمت شما، اونجا توی دوره وزارت ارشاد آقای خاتمی توی دولت هاشمی، اینجا دیگه یک مسائلی به وجود میاد. مسائلی که به وجود میاد اینه که اینا اصلا دیگه، حالا ما از توی دهه 60 داریم خارج میشیم، جنگ تموم شده، فضای امنیتی یکم کمتر شده و حالا یکمی هم آزادی، به اصطلاح از آزادی ورود مطالب، نه آزادی انتشار درونی، آزادی ورود مطالب هم یکم بیشتر شده در اون دوران و همه اتفاقات به وجود اومده. حالا دوره وزارت ارشاد دیگه باید اینجا اینجوری بشه که این وزارت ارشاد یک کمی باید فضا رو بازتر بکنه. خب اینجا اتفاقی که میفته اینه که آقای خاتمی با دولت آقای هاشمی دچار مشکل میشه. علتش هم اینه، خود آقای خاتمی صحبت کرده، منم عین صحبتاش اگه خواستید بهتون میگم چیه، دلیلش هم اینجا میگم چون من دارم واقعا دیدگاه طرفه اینو میگم. دیدگاه آقای خاتمی اینه که میگه آقای هاشمی از من حمایت نکرد. آقای خاتمی راست میگه دروغ میگه؟ به نظر من 100% راست میگه ایشون. توی دوره آقای هاشمی رفسنجانی حمایتی از آقای خاتمی نکرد. علتش هم این بود، آقای هاشمی اعتقادش این بود که اصلا عرصه فرهنگ و هنر و اینا یه چیز سفیده که میذارن روی آش رشته، اصلا ما نباید به این اعتنا بکنیم، ما باید بریم به سمت همون چیزی که میگفت توسعه اقتصادی. و نشونم به این نشون که مثلا در همین دوره آقای هاشمی وزیر اطلاعات کی بود؟ همونجوری که شما بهتر از من میدونید، وزیر اطلاعات یک آدمخوار جنایتکار مثل آقای فلاحیان بود و بقیه دولت آقای هاشمی هم همینجوری بودن که همه میدونیم که اصلا بحثی درش نیست. شما نگاه کنید همین آقای هاشمی رفسنجانی با نهضت آزادی چیکار کرد؟ نهضت آزادی ها، نه مجاهدین خلقا. ببینید با اینا چیکار کرد. بعد توی خاطراتش نوشت همین آقای صحابی، آقای توسلی اینا رو انداخت سلول انفرادی. همین آقای هاشمی توی خاطراتش بعداً در مورد اینا نوشت که اینا پررو شده بودن. این خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی ها. ببینید این خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی. یعنی ای جماعت اصلاح طلب، حداقل اینو بگید، برید از این اصلاح طلبا بپرسید، بگید آقا جواب آقای هاشمی در این که اینا رو انداخت سلول انفرادی چی بود؟ بپرسید. آقای هاشمی گفت اینا پررو شده بود. به همین سادگی که دارم اینجا به شما میگم. خب می‌خواستم روشون کم کنم. خب اشکال نداره. حالا اینجا ماجرا این بود، آقای خاتمی اینجا با دولت آقای هاشمی دچار مشکله و آقای هاشمی هم عرض کنم خدمت شما به خاتمی توصیه میکنه که اصلا به این بحث فرهنگ و اینا خیلی چیز نکنید و این آزادی هم جدی نگیرید و اینا بعد از بین بره همش. اینجا بود که عرض کنم خدمت شما آقای خاتمی دیگه پشتوانه آقای خمینی رو هم نداره و عرض کنم حضور شما با اون طیف آقای مهدی نصیری اینا توی کیهان، توی روزنامه کیهان درگیر میشه. و اینجاست که عرض کنم خدمت شما اون طیف رادیکال تر توجه بفرمایید. اینجا نکته خیلی مهمه. ببینید اون طیف رادیکال تره، در این تردیدی نیست. منم میدونم طیف آقای مهدی نصیری تو اون زمان تو روزنامه کیهان از آقای خاتمی رادیکال تر بودن، بحثی نیست. ولی بحث همین نیست که اگر آقای مهدی نصیری رادیکال بوده آقای خاتمی گاندی بوده. این حرف مفتیه که آقایون میزنن. خب حالا اونجا اون دعوایی که ایجاد شد بین تو بعد از مرگ آقای خمینی، اینا به شدت به آقای خاتمی حمله کردن. حتی علاوه بر مهدی نصیری یک کسی مثل مرتضی آوینی که من همین اخیراً هم یک پرونده مفصلی در موردش منتشر کردم روی وبسایتم هم هست، همین آقای آوینی هم به شدت حمله میکرد به خاتمی. اینا همشون به خاتمی حمله میکردن توی دوره اول دولت آقای هاشمی. و اینجا بود که آقای خامنه‌ای بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کرد. فقط الان اینجا باید توضیح بدم که چجوری آقای خاتمی از وزارت ارشاد استفاده که نکته بسیار مهمیه. آقای خامنه‌ای تو این دوره بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کرد
و بحث تهاجم فرهنگی که مطرح کرد هم آقای مهدی نصیری توی کیهان، هم آقای توی سوره، آقای نمیدونم یوسف علی میرشکاک، همین آقای آوینی، همین آقای فراستی، همه اینا این تهاجم فرهنگی رو گرفته بودن و به وزارت ارشاد هاشمی حمله می‌کردن. میگفتن وزارت ارشاد هاشمی به خوبی تهاجم فرهنگی رو سرکوب نمیکنه. یعنی شما نگاه کنید که اینا چه میزان از سرکوب انتظار دارن. یعنی میگن وزارت ارشاد هاشمی هم کمه، ما بیشتر باید سرکوب کنیم. خب اینجا عرض کنم خدمت شما این اتفاق که میفته، عرض کنم خدمت شما آقای خاتمی هم میره به سمت استعفا و میره با آقای خامنه‌ای هم ملاقات میکنه و عرض کنم خدمت شما 22 تیر 1371 آقای خامنه‌ای 22 تیر 1371 آقای خامنه‌ای توی جمع بسیجیانی سخنرانی میکنه و میگه چرا مسئولین تهاجم فرهنگی رو جدی نمیگیرن و تهاجم فرهنگی دیگر تبدیل شده به شبیخون فرهنگی. 22 تیر 71 آقای خامنه‌ای سخنرانی میکنه، 4 روز بعدش آقای خاتمی استعفاش قبول میشه و از دولت آقای هاشمی رفسنجانی عرض کنم خدمت شما خارج میشه. این عرض کنم حضور شما تا اینجای ماجرا. بعد حالا برسیم به دوران ریاست آقای ریاست، این دیگه بحثم اینجا تمومه. بعد توی دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که برسیم توضیح میدم که اصلا و اساسا توی دولت هاشمی علاوه بر اینکه خاتمی هم میره، یک گروه‌های دیگه، یه افراد دیگه هم که به اصطلاح کمی چپ‌تر هستن که چپم توضیح میدم، اینا هم میرن. یعنی عبدالله نوری هم میره، مصطفی معین هم میره، اینا از دولت آقای هاشمی هم میرن یکی یکی. عرض کنم خدمت شما که بنابراین اینم دوره عرض کنم حضور شما دوره وزارت ارشاد آقای خاتمی. بعد همینجوری که گفتم بعضی از این نشریاتی که توی دوره خاتمی حتی مجوزم گرفته بودن، مثل نشریه آقای مرحوم آقای نشریه آقای عباس معروفی، چی بود؟ گردون. نشریه مثلا نشریه گردون، نشریه آقای عباس معروفی، حتی اینا هم توقیف شدن تو اون دوره بعد. و عرض کنم خدمت شما دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی هم همین جوری بود. فقط اینجا تفاوتی که ایجاد شد همونطوری که گفتم این بود که آقای خامنه‌ای میخواد یک وجه کاریزماتیک به عنوان رهبر داشته باشه و این وجهی که آقای خمینی داشت آقای خاتمی نداشت، آقای خامنه‌ای نداشت. و تو این زمان طیف رادیکال تری که به عنوان آقای مهدی نصیری و آوینی و دیگرانی بودن، اینا حمله میکردن به وزارت ارشاد که میگفتن وزارت ارشاد خیلی باید سخت گیریش بیشتر باشه. و آقای خاتمی هم میگفت من کاری نیستم، مثل همون تدارکاتچیا. و اینم به شما بگم، اینجا کنار من هست، هر کس خواست میخونم چون نمیخوام طولانی بشه دیگه نمیخونم. نامه آقای خاتمی، نامه استعفای آقای خاتمی خطاب به رفسنجانی رو بخونید. اگه خوندید که خیلی خوب، نخوندید بخونید، نامه هست توی فضای مجازی هم هست. آقای خاتمی نامه می‌نویسه به آقای هاشمی رفسنجانی و توی اون نامه میگه که من به چه دلیلی واقعا از وزارت ارشاد دارم استعفا میدم، که دقیقاً مثل همون دوران ریاست جمهوریه. یعنی من دیگه در واقع تدارکاتچی ام و کاری نیستم و از این ماجرا، بنابراین من از اینجا میرم که با استعفای ایشون هم عرض کنم خدمت شما همونجوری که گفتم موافقت میکنم. اما دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی هم همونجوری که گفتم یکی از سیاه‌ترین دوران فرهنگ و هنر در تاریخ ایرانه، با هر متر و معیاری که بخواید بسنجی. ولی همونجوری که گفتم اینی که مسئول اول و آخر این ماجرای خاتمی نه نیست، هم آقای خمینی هم آقای خامنه‌ای هم مسئولیت دارن چون رهبران انقلاب بودن، ولی مسئولیت اصلی با آقای خاتمیه. یعنی آقای خاتمی اون فضا رو نمی‌خواسته میتونسته استعفا بده بره دیگه، حرفی نداریم که. ولی علاوه بر این من هم نشون میدم که نه تنها ایشون استعفا نداده، چه مطالبی نوشته، چه موضع‌گیری‌هایی کرده و چه کارهایی کرده که همه ضد دموکراسی، ضد آزادی و ضد بقیه ماجراها بودن. این هم تا اینجای ماجرا. عرض کنم خدمت شریف مبارک شما که عذر میخوام بازم طولانی شد تا این. پس این هم یک قسمت دیگه، من قسمت